برای نصب سپیدار باید CD نصب رو به همراه داشته باشید. اگر CD نصب رو ندارید میتونید وارد باشگاه مشتریان سپیدار به آدرس club.sepidarsystem.com بشید و در قسمت فایل های نرم افزار قسمت دانلود فایل های نصب رو باز کنید. زیر مجموعه نسخه نصب آموزشی بدون دانگل 12 تا فایل داریم. 12 فایل زیپ رو دانلود میکنید و در یک پوشه قرار میدید. قبل از شروع نصب باید پیش نیازهای نصب رو تنظیم کنید. برای این منظور وارد کنترل پنل میشم. وارد گزینه ویندوز دیفندر فایروال میشم و گزینه ادوانس ستینگ رو باز میکنم. ویندوز دیفندر فایروال پراپرتیز رو کلیک میکنم. نکته‌ای که باید اینجا توجه کنید اینه که خاموش کردن فایروال پس از تایید مسئول آیتی باید انجام بگیره. ستاپ اول رو روی آف قرار میدم و اپلای اوکی رو کلیک میکنم. پیش نیاز دوم Programs and Features وارد میشم. گزینه Turn Windows Features On or Off وارد میشم. زیر مجموعه .NET 3.5 دو تا گزینه رو تیک میزنم و تایید رو انتخاب میکنم. به این صورت .NET 3.5 سیستم فعال میشه. بعد از فعال شدن .NET پیش نیاز آخر رو در واقع اوکی میکنم که همون ریجن هست. وارد ریجن میشم. تب اول یعنی فرمت باید روی پرژن ایران باشه. گزینه پرژن ایران رو انتخاب میکنم. تو تب دوم قسمت چنج سیستم لوکال این قسمت هم دوباره پرژن ایران رو انتخاب میکنم. نکته‌ای که باید اینجا توجه کنید اینه که این تیک بتا نباید زده بشه. بعد از اینکه تایید کردم شاید نیاز باشه که سیستم یک بار ریستارت بشه. پیشنهاد میکنیم نرم افزار رو روی درایو C نصب نکنید. وارد مای کامپیوتر میشم. روی یکی از درایوهای غیر از درایو ویندوز یه پوشه با نام سپیدار ایجاد میکنم. داخل پوشه سپیدار دو تا پوشه دیگه با نامهای اپلیکیشن و پوشه دیتا ایجاد میکنم. بعد از دانلود فایل های نصب همه فایل ها رو داخل یه پوشه قرار میدم. پوشه رو باز میکنم. فایل ها رو با هم انتخاب کرده و راست کلیک و گزینه اکسترکت رو میزنم تا از حالت زیپ خارج بشن. پوشه نصب رو باز میکنم. روی گزینه سپیدار ستاپ راست کلیک و گزینه ران از ادمنستریتور رو انتخاب میکنم. اگر این پیغام رو دیدید روی گزینه مور اینفو کلیک میکنید و گزینه ران انیوی رو انتخاب میکنید. تو مرحله اول تیک موافقم رو میزنم و وارد گزینه بعدی میشم. نصب به صورت سرور نام شرکت رو وارد میکنم. توی گزینه اول پوشه اپ یا همون اپلیکیشن که تو مرحله قبلی ایجاد کرده بودم رو انتخاب میکنم. و در گزینه دوم پوشه دیتا رو انتخاب میکنم. ادامه رو کلیک میکنم و مرحله نصب شروع میشه. نصب حدود 20 دقیقه طول میکشه و در نهایت وقتی این پیغام رو مشاهده کردید یعنی نصب با موفقیت انجام شده. بعد از نصب نرم افزار وارد سپیدار میشید. توی این صفحه فعالسازی دو گزینه اول مربوط به نام کاربری و کلمه عبور باشگاه مشتریان سپیدار هست که پر میکنید
قسمت پایین‌تر مشخصات استفاده کننده، نام خانوادگی، کد ملی و موبایل مربوط به شخص خریدار رو وارد می‌کنید. و در آخر گزینه تایید رو میزنید تا نرم افزار فعال بشه و بتونید استفاده کنید. توجه داشته باشید اگر به هر دلیلی در این مرحله فعالسازی با خطا مواجه شد، باید فایل لیسانس به صورت دستی دانلود شود. برای این منظور کد سخت افزاری رو کپی می‌کنیم، وارد باشگاه مشتریان سپیدار شده و وارد قسمت فایل لیسانس میشیم. در این قسمت کد سخت افزاری رو پیست میکنم و قسمت بالا اطلاعات شخص خریدار قفل رو وارد میکنم. بعد دکمه تایید رو میزنم. فایل لیسانس را دانلود کرده و در مسیر نصب برنامه قرار میدم. توجه داشته باشید که نام کاربری پیشفرض برای ورود به سیستم ادمین بدون کلمه عبور می باشد.